پیغمبر آمد به مدینه منوره، حکم جهاد را الله تعالی نازل فرمود که پیغمبر اینجا مرکز تشکیل دادن و شهر مدینه دارالاسلام قرار گرفت و مسجد پیغمبر مرکز قرار گرفته. وقتی پیغمبر دارای یک مرکز مستقل و دارای جایگاهی مستقل و دارای مقتدی و شاگردان مخلص گشت، الله تعالی گفت الان شما که یک جماعتی شده اید، شما این جماعت برای پیشبرد اسلام و برای نشر دین و توحید اسلام و قرآن با کسانی که ایمان نآوردند و اسلام را نپذیرفتند، آنها را اول دعوت بدهید که ایمان بیاورند. اگر ایمان نیاوردند با آنها بجنگید تا اینکه اسیر کنید آنها را، بعضی را بکشید، بعضی را و تا مسلمان بشود، بعضی یا مسلمان بشوند یا بجنگند و کشته بشوند کفار، یا بجنگند و اسیر بشوند. برای این هدف شما با آنها جهاد بکنید. جهاد برای این هست که کسانی که منکر توحیدند، منکر رسالتند و منکر قرآن و قیامتند، با آنها بجنگید تا اینکه یا تسلیم بشوند یا اسلام بیاورند یا کشته بشوند یا اسیر بشوند. اسیر بشن همان تسلیم شدن هست. تسلیم بشن و اسیر در دست مسلمانان اسیر بشن. و آنها این جهاد اولین غزوه که با کفار عملا جنگ شد در 2 هجری میدان بدر بود که معروف و مشهور به غزوه بدر است. 313 نفر جماعت پیغمبر بود و 1000 نفر جماعت کفار. الله تعالی 313 نفر را بر 1000 نفر غالب کرد که 70 نفر از کفار در میدان بدر کشته شدند و 70 نفر اسیر شدند و الباقی متواری و فراری و شکست خوردند. از بین رفت. قدرت کفر شکسته. ابو جهل که سرکرده مشرکین بود کشته شد. عتبه و عتیبه و شیبه کشته شدند. کمر کفر شکست و کمر اسلام بسته شد. 313 نفر بر 1000 نفر غالب آمد. الله فرمود لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. قد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. بالتحقیق امداد کرد الله